الان اومدیم با آموزش دانلود DLC های خیلی خفن. اومدم دانلود DLC ها رو به شما یاد بدم. برای اولین کار وارد گوگل میشیم و سرچ میزنیم بایگانی DLC و وقتی که سرچ زدیم زیر بالای خود بایگان DLC که نوشته پایزون، اون رو بزنید و بعد کلی DLC میاد واسهتون و هر کدوم DLC رو که خواستید برای خودتون میریزید. ما هم DLC با مسنجر میریزیم و اینجا تمام جزئیاتشو زده، فیلمش هست، عکساش همه هست و برای دانلود میایم محل دانلود که نوشته میذاریم دانلود و میذاریم روی بارگیری و بعد در حال بارگیریه و وقتی که بارگیری شد میایم وارد مدیریت فایل ها میشویم و سرچ میزنیم دانلودینگ. مال خودم دیشو میذارم و بعد میایم DLC اسپنج باب میزنیم روی DLC شو، بعدش میزنیم روی ماینکرافت که DLC رو وارد ماینکرافت کنیم و بعد که وارد ماینکرافت کردیم میزنیم جای ساخت مپ و میزنیم روی این آخرین کلمه و اینجا DLC با مسنجر داره و بعد شما این DLC رو دانلود کنید. مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. خدا حافظ.